سلام، به کانال دکتر میوه خیلی خوش اومدید. ممنون میشم تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. مصرف خیار معمولاً بسیار مفید است. مقدار زیاد آب موجود در خیار این معنا رو میده که این میوه کالری کمی داره و میتونه به کاهش وزن کمک کنه. از اونجایی که تمام افراد تصور میکنن خیار از سبزیجات به شمار میره، باید بدونید که در حقیقت میوه‌ای است که به خانواده میوه‌های طالبی کدو و هندوانه تعلق داره. با این وجود طعم متفاوت و کمی تلخ باعث میشه که مردم خیار رو در انواع سالادها و دستورهای غذایی مشابه استفاده کنن. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید تا با هم فواید شگفت‌انگیز خیار رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیزی اگر تازه با کانال ما آشنا شدی، حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا از کلیپ های جذاب بعدی ما جا نمونید. معمولا خیار برای درمان های زیربای مورد استفاده قرار میگیره، چرا که پوست خیار حاوی مقدار زیادی ویتامین C و اسید کافئیکه. این مواد به کاهش التهاب پوست کمک میکنه، باعث از بین رفتن تحریکات و ناراحتی پوست میشه و همچنین برای سلامت کل پوست هم مفیده. به همین دلیل است که خیار توی بسیاری از محصولات پوستی و اطراف چشم به کار برده میشه. به علاوه خیار با بیماری های پوستی مثل پسوریاز، اگزما، آکنه مبارزه میکنه. البته میتونید خیار رو به صورت اسموتی به همراه آب و لیمو هم مصرف کنید تا به تمیز کردن و سم‌زدایی بدن کمک کنه. مواد موجود در خیار حاوی مقدار مشخص از ماده‌ای که به نام سیلیس شناخته میشه. این ماده قادره که بافت‌های بدن رو تقویت و بازسازی کنه. مصرف خیار به سلامت ماهیچه‌ها، تاندون‌ها، غضروف‌ها، رباط‌ها و استخوان‌های بدن کمک می‌کند. این دلایل به اندازه کافی مصرف خیار رو پیشنهاد میکنه. خیار حاوی مواد معدنی متنوعی مثل منیزیم، پتاسیم و فیبر که به سلامت قلب کمک میکنه. این مواد معدنی گردش خون رو تحریک میکند، موجب کاهش ابتلا به فشار خون بالا میشه و فشار خون بالا رو پایین میاره. با توجه به این حقیقت که خیار حاوی مقدار زیادی آب، فیبر، منیزیم، پتاسیم است، مصرف این میوه به کاهش ابتلا به سوزش معده، احساس سنگینی کمک میکنه. باید این نکته را در نظر داشته باشید که این مواد معدنی بیشتر در پوست خیار یافت میشوند، پس بهتره پوست اون را در زمان مصرف جدا نکنیم. خیار یک ماده ادرارآور عالی به حذف چربی‌های ذخیره شده در بافت‌های بدن کمک میکنه و احتمال تجمع مایعات رو کاهش میده. علاوه بر همه فواید گفته شده، مصرف خیار به این دلیل مفیده که میتونه بدن رو از عوامل مضر و آسیب رسان خارجی محافظت کنه. اول از همه خیار قادر مخاط معده و روده رو ترمیم و مواد سمی و خطرناک رو از بدن خارج کنه. خیار به دلیل ویتامین B فراوان به تقویت بهبود سیستم ایمنی بدن کمک میکنه. همچنین ویتامین C موجود در اون احتمال ابتلا به سرماخوردگی رو کاهش میده و مرحله بهبود رو سرعت میبخشه. در نهایت خیار شما را در برابر عناصر موجود در ماده غذایی محیط زیست اطراف محافظت میکنه. علیرغم همه مزایای گفته شده، برخی از مشکلات هم در زمان مصرف خیار به وجود میاد. خیار حاوی ماده‌ای به نام کوکوروبتاسینه که در صورت مصرف میزان زیاد ممکنه موجب نفخ شکم و دیرهضمی بشه. به همین دلیل افرادی که همیشه از مشکل دیرهضمی و نفخ رنج میبرن باید خیار رو میزان کمتری مصرف کنن. از اونجایی که خیار ادرارآوره ممکنه باعث کاهش آب بدن بشه. برای جلوگیری از مشکل کم آبی بدن خیار رو به اندازه کافی مصرف کنید. به طور کلی اگر بخوایم به فواید خیار اشاره کنیم باید به این چند نکته توجه کنیم: کمک به سلامت قلب، بهبود شرایط پوست، محافظت در برابر اختلالات، متعادل سازی سطوح اسیدیته، بهبود سلامت استخوان،
کمک به کنترل وزن، مبارزه با سردرد، کمک به سطوح قند خون، جایگزینی برای آب ساده، کمک طبیعی به سم‌زدایی، افزایش آنتی اکسیدان. نظرات و پیشنهادات خودتون رو در کامنت ها بنویسید. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. پیروز و سلامت باشید. مرسی که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید.